خوش اومدین به یه ویدیو جدید. من محمد هستم با دوستم سورنا و تاها. اومدیم یه چالشی به نام 10 تا کبریت رو میخوایم با هم دیگه آتیش بزنیم، ببینیم چجوری میشه دیگه. بریم تا ادامه ویدیو با هم همراه باشی. کل وسایل کلا آماده میکنیم. دوستان اومدیم برای ادامه ویدیو. اول اینو میذاریم اینجا. آجی خیلی سمی شد. ما چیکار کنیم دیگه خدا بده. بچه اصلا خودمونم نمیدونیم چه چالشیه، فقط اومدیم انجامش بدیم. حالا اگه کارمون بگیره تو رو میگیره. گرفت پشمام یا اول فصل. البته همین طوری هم نیست، یکی گرفت باز 1000 تا بگیره. آره باید همشون بگیره. وای آیا موفق میشیم با ترای اول؟ یا حسین به نام و نشان. آره باید بزنی، بازم باید بزنی. نشد بچه، با ترای اول نشد. از این چالش خفن نه داری میره. البته خوشی روشن میشه. یا حسین بزن سمت قرمزاش. آره پودرش. آجی یه نفتی چیزی داشتیم میزدیم عالی بود. همینجی هم خوبه. ویدیو داره طولانی میشه، واقعا متاسفیم بچه‌ها. یعنی سمی ترین چالشی که به چشم دوستمون عشقمون محمد جون خورد به نظر من همین چالش بود. خیلی چالش سمی. همینجوری داشتیم فکر میکردیم ایده بگیریم. آتیش گرفت. بنازم داشتیم فکر میکردیم ایده بگیریم که یهو اینجوری شد. بعد همچین ایده خیلی سمی هیچکی فکر نکنم تو عمرش تو یوتیوب زده باشه. بنازم با ترای دوم داریم خوب پیش میریم. آیا میشه همشون آتیش بگیره؟ بچه اگه نتونیم تا ترای سوم همشون آتیش بزنیم یه کاری واسه تون میکنیم دیگه. حالا نظراتتون رو حتما تو کامنت ها بگین و لایک کامنت سابسکرایب هم یادتون نره دیگه. ولی خدا وکیلی خیلی خوب داره میره. قبول نداری؟ واقعا قبول نداری اینا؟ آتیش داداش. اشما وای اینا داره آتیش میگیره همه دادا. بچه ما قرار دوباره ولاگای خیلی سمی بگیریم. از هر جا و هر کجایی که میریم ولاگ میذاریم. پس نگران نباشین. همینجوری واسهتون تو ترایای اول کارا رو تموم میکنیم به همین راحتی و همشون آتیش گرفتن. اونم بدون نفت و چیز دیگه ای. دوستان این چیه؟ خداحافظ. برو تو. وای شت. بذار یه بازم خوب بود. بذار روش نایلون داره سر زور دست شد. پاسیلو هم تموم شد. پاسیلو فکر کنم باش آتیش میزدیم. بچه با ترای نه اول که نه دوم. ترای دوم خیلی خوبه بچه واقعا بدون هیچ چیزی. وای شت چرا این آتیش گرفت. خلاصه دیگه بچه ببخشید حالا انرژیمون توی این ویدیو زیاد نیست، ولی حتما تو ویدیوهای بعدی انرژی خیلی بالایی داریم. آره آقا محمد دیگه با جنگلی منگلی باشی بگن اینجوری نمیشه. و بچه زنده نیستی هم مورده. آره دیگه ویدیو اول بودم اینجوری شروع شد. حالا اگه مشکلی داشت معذرت میخوام. این ویدیو بود ولی بازم می‌خواستیم فیلمو کوتاه کنیم ولی متاسفانه نشد. ان شاءالله در دفعات بعد جبران میکنیم. بچه خدا بعد ممکنه با 20 تا کبریت و 30 تا کبریت ولی تا 100 تا کبریت میریم. تا 100 تا کبریت. حالا اگه از این ویدیو خوشتون اومد بچه‌ها، اگه تعداد لایک خوب باشه ویو هم خوب بگیره، پارتای بعدی رو میسازیم. بعد ویدیوهای بیشتری اصلا نکنید اصلا جور دیگه رو میذاریم این ویدیو رو. یعنی جور دیگه ای درستش میکنیم و اونجوری خیلی سمی تره. یعنی طبقه میذاریم بالا، اونجوری بچه خیلی سمی میشه. پس حتما اگه این ویدیو رو دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین و ممنون میشم از دوستاتون بفرستین که ما هم تازه یوتیوب شروع کردیم و به خوبی و خوشی هم میخوایم تمومش کنیم. بله با کمک شما عزیزان ان ما میتونیم در آینده فیلم‌های جذابتری هم میخوایم بذاریم. کمک به نیازمندان، خیلی چیزای دیگه. این همه چیزا تو دنیا ثوابشو میبریم. چه اشکال داره؟ آقا محمد گلا چکر بچه هست.
آقای بچه‌ها، سورنا و تاها در این ویدیو ما رو کمک بچه‌ها کردن. امروز هم دیگه فوتبال بودیم و دیگه خسته شدیم، گفتیم یه ویدیو واسه بچه‌ها نشه، واقعا اومدیم یه ویدیو هم بگیریم بعد فوتبال دیگه خسته کوفته اومدیم واسه ما در مورد یه بازی هست که خیلی بهش علاقه داریم، اونم فری فایره که در مورد اونم میذاریم، در مورد فوتبال چیزای دارک ترسناک در مورد این چیزا هم میذاریم که شما بشینید و لذت ببرید و حال کنید. آره دیگه آتیش شده تموم نمیشه داداش، واقعا تموم آتیش خوبی نمیشه. زدیم دایی جان. اونم 10 تا کبریت. حاجی فکر کنم باید یه آبی چیزی بیاریم تا خاموش شه. ولی با اینکه کبریت بود آتیش خوبی گرفت. بله. یک کبریت میسوزونیم اصلا آخرش شاید 2 ثانیه خاموش میشه. و بچه سعیمون هم میکنیم، یعنی که داخل ویدیوهای بعدی با میکروفون و دیگه صداهای خوب آره دیگه با کمک شما ان شاء الله. آره. با کمک شما اگه از ما حمایت کنین قطعا ما هم چیزای بهتری ارائه میدیم. و این دود شروع شد دوستان، و اینکه حالا شاید واسهتون جالب باشه ما کجاییم. ما یه جا رو پیدا کردیم اومدیم و اصلا بچه خیلی جای سمی هم هست، حالا دوچرخه‌هامون هم اونجاست اگه معلوم باشه. بعد آره دیگه اومدیم این بلاگ سمی و با بچه‌ها نایلون آخر بگیریم. خاموش نشد. آره نمیشه خاموش میشه. فوت کنی فکر کنم بدتر میشه. لباسم کثیف شد. ای شت بابا نکن. باجی چه ولاگی شد. هشو اصلا واقعا. کمک دوستان دیگه این ولاگ خوب ضبط کردیم. آره بچه باز ولاگای بهتری هست. این خاموش بشه ویدیو آره. تمومه. این خاموش فقط این میشه خاموش بچه میشه. رو کنید. انشالله خاموش نشه. بچه ما که دوست داریم بمونیم ولی خب دیگه باید بریم. حالا ببینیم ویدیو کی تموم میشه. بچه ها دیگه ویدیو طولانی نکنه، این پوست کبریت بندازی. داداش بذار تموم بشه. چون اینجوری شد خاموش شد. خاموش شد دیگه، ویدیو رو طولانی نکن دیگه. بچه این تا خاموشه. دوچرخه‌مون هم بهتون نشون بدم که اونجا نتونستم نشون بدم. البته خوبم معلوم نیست چون نور نداریم. حالا عیب هم نداره. یه دوربین هم میاریم دیگه چون آره خاموش شد. تمام. دشواری اللهم نداریم. صل علی محمد و آل محمد. نه هنوز خاموش نشد. اون تیکه آخرش بچه من به این تیکه امیدوارم. این کبریت هم داره خاموش میشه، اینو میگه آهای حرومزاده ها من هنوز زندم. داره جرقه میزنه پشمام. خاموش کردم دیگه. ویدیو طولانی شد و خاموش می‌کردیم دیگه. ممنون که تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حتما زنگوله اون بی پدرمون اونجا رو بزنید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار. بدرود.